امروز او روز با یک برادر با ماشین آمده ایستاده بودیم در نزد همین حضرت امیرجان. از قسم پسش یک بچه که تاجیک، یک دختری تاجیک همین تا راستا در آغوش گرفتگی و از یکدیگر لذت بردیستند. راستا در پیش حضرت امیرجان، در همون جایی که اطرافش ده یک 100 تا آدم علا که به دولت چیدگی از پول جمع کردیستند، یک کس همونا را نمیبینه. خیلی بدبختی هست، خیلی بدبختی هست. امروز اگر جوانای از شما در کوچه میبینین که یک دختر در دست، مثال گویم دستش در دست یک بچه است، اگر تو را خدا غیرت داده باشد همون جوان مثال میتونی که پند موعظه کنی. چگونه که حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمتش کند که غیرت او را اگر امروز در این جهان ما تقسیم کنند شاید به همه مردها غیرت او رسد. قدر غیرتی بلند داشتند که در شهر اگر مرد همراه زن یک جا می دیدند دست به دست نه، فقط پهلو به پهلو نشستگی یا یک زل قدم زنان با دره می زدن یکدیگر را جدا می کردند. می گفتند در کوچه تو زنی اگرچه قانونی او هم که باشی تو حقوق نداری که در کوچه دست و در دست شوهرت باشد. این در حقوق نداری، زیرا که این عمل تو با جوانها تأثیر دارد. به این خاطر امروز همون جوانی که اگر گویم دخترها را در آغوش میگیرد یا دستی او را گرفته یا میانی او را داشته و راه میگردد، وای بیچاره آدم جاهل است، وای عاقبت چه نمیداند. نه این دختر میداند نه این بچه از عاقبت چون چیزی نمیداند که عاقبت این کار چی میشود. بسیار عاشقا را دیدیم که با خودسوزی و با خودکشی رفتند. بسیار عاشقا را دیدیم که در زندانها خوابیدند. بسیار عاشقا را دیدیم که گویم که خانه های چند آدم های حلال دیگر را باز حرام کردند. از این خاطر جوان عزیز میتونی که تو را نصیحت کنی، میتونی که وای فیراد زنی گوی برادر عزیز همین کوچه ای که ما و شما حرکت داریم و همین نام اسلامی که در تو هست این زیبنده نیست که تو دست این دختری بیگانه را تو در دست، اگرچه زنت باشد حتی دست زن تا داشتن این جوان مردی را نشان نمیدهد. بسیار خوب میشد. حدیث پیغمبر است اذا رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر وقتای شما یک منکرات میبینین، یک کاری نادرست با چشم دیدین، با دست هاتون تغییر دهید. امروز اگر چی ما اونها را گوییم که با دستمون زده نمیتونیم، لیکن در دوام حدیث حبیب خدا چی گفتند؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر با دست ها کی شرایطش نباشد با زبانتون اونها را نصیحت کنید. و این لم یستطع، اگر با زبانتم که نتوانستی فبقلبه و ذالک اضعف الایمان. با دلت باید بد ببین، لیکن با دل بد دیدن این نشانه ضعیفی ایمان ما را نشان میدهد. به این خاطر امروز ما میتونیم همون جوان پسرها همش بچه های ما و شما هستند، همون دخترکا همش خواهر و دخترای ما و شما هستند. همونا را میتونیم فریاد زنیم که ای خواهر عزیز همین عشق بازی تو داری، من تو را به خدا قسم میخورم آینده نداری. تو الکه گویم زندگی حلال پاکیزه را دریاب کرده نمیتونی، آینده تو فرزندای سالم و صالح به دنیا آورده نمیتوانی، تو دیگر مادر اساسی شده نمیتوانی. تو در بین چشم این قدر مردم، در بین مردم آشکارا زنا داری. این زنای دست است، این زنای چشم است. تو داری این از آیندت فکر نمیکنی. اگر وی تو را دشنام دهد، در هر یک دشنامش 100 ثواب از نزد الله میگیری، اگر تو را دشنام دهد. لیکن انشاءالله من باوری دارم از بین همین 10 همین عاشقای بی عقل شاید 1 یا 2 نفر شما و شما را دشنام دهد، لیکن اکثریتش انشاءالله قبول میدارد. برای همین انشاءالله شما میتوانید، اونا همش فرزندای ما و شما هستند، حق داریم که اونها را نصیحت کنیم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا رحمتش کنه در فتوا میگد که اگر به پیش قماربازها گذشتی قماربازها را سلام بده. ببین قماربازی حرام است. وقتی میگه تو سلام میدهی و وقتی که به تو جواب میگرداند، یعنی حداقل 1 لحظه از همین کار حرام دور میشود کو.
به این خاطر ما هم میتونیم که همون را یک لحظه فریاد زنیم، هر دی اونا را نصیحت کنیم. پدرها و مثال کدام کلانترایی که هستین اونا را دیدن پس دشنامشان نتین، بلکه اونا را فریاد کرده نصیحت کنیم، انشاءالله خوب میشوند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، درباره سلام دادن شرح وسیع دهید. ما یک گروه مخلصان شما از شهر باستانی خوجند هستیم، التماس بسیار ضرور است. این چنین درباره شخصی که قهری میکند با برادرش، انشاءالله من این برادرها قطعا حتی تلفنی صحبت داشتم، جمعه آینده من مفصلا در اطراف سلام دادن، سلام چگونه باید باشد، از جانب کی باشد، چی اجر دارد، انشاءالله صحبت میکنم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، 3 سوال دارم. حضرت ابراهیم یهودی بود یا که نصرانی؟ یا در آل عمران، سوره آل عمران خداوند ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، خدا گفت ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، بلکه چی بود؟ کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. وای مسلمان بود میگوید، وای خالی از یهودی و نصرانی بود، وای حتی مشرک نبود، وای خلیل خدا بود. حضرت عیسی آدم را زنده میکرد، آیا تلخی جان کندن را و عذاب گر را نقل میکرد یا نمیکرد؟ بله میکرد.